ویژگی بعدی اجنه اینه که خب سرعت انتقالشون بسیار بالاست، یعنی اینکه اینها میتوانند با سرعت انتقال بالایی، حالا به خاطر نوع خلقتشون که از دود و آتشه سرعت انتقال بالایی دارن و خیلی موقع هم خبرهایی که داده میشه به خاطر اینکه تو زمان حال داره اتفاق میفته اینها زودتر از ما خبردار میشن، چون نوع ساختار وجودیشون اینجوریه که سرعت انتقالشون بالاست. به خاطر همین ما آیا مواجهه با اجنه میشیم؟ ساختار وجودی عالم اینجوریه که مواجهه با اجنه ما نمیشیم، ولی یه سری اعمال، یه سری اذکار، یه سری وردها، عرضم خدمتتون یه سری خوردن بعضی از غذاها، یه سری از چیزهایی که اهل بیت بار ما مشخص کردند برای اینکه دچار مس اجنه نشیم، دچار مس شیطان نشیم. اینها چیزهایی که گفته شد. خب میدونید در اجنه ما هم اجنه مؤمن داریم، هم اجنه ناصبی داریم، هم اجنه کافر داریم، هم اجنه مسیحی داریم. نوعهای مختلفی از اجنه وجود دارن. به خاطر همین شما وقتی که یک کارهای انسان انجام میده یا یک کارهایی رو انجام نمیده باعث میشه خب دخالت کنن در زندگی ها و ورود کنن در زندگی ها و اینها رو باید یکی یکی ما یاد بگیریم. خب چه چیزهایی هستش که باعث میشه که انسان اجنه ورود کنه در زندگی. بعضی جا خب مثل داستان حضرت ایوب که خیلی شکرگزار بود، به خداوند گفت کاری نداره که این همه چی بهش دادی شکرگزاری میکنه. خدا گفت دست تو. شیطان همه بلاها رو سرش آورد. در اون آیات هست که حضرت ایوب وقتی به خدا میگه که شیطان مرا مس کرده و باعث شد زندگی اینجوری بشه. حالا اون امتحانایی که میشه و ایوب سربلند بیرون میاد و اونجا بس معلومه که مس شیطان داریم. ما بعضی از اعمالها ممکنه در روایت اومده باعث بشه که شیطان انسان رو مس کنه و این دچار خلل کنه زندگیش. حالا اینو انشالله در آینده اشاره